کارنامه هایشان، قایمگی هایشان در حقیقت وفاداری به راهشان و به هدفشان و تجدید تعهد به اونمو هدفی است که اونا به خاطر از او خون خود را ریختاندند و جانهای شیرین خود را فدا کردند. ما به روح پاک شهدا، به روح شهید پر افتخار خیرخواه و سایر شهدای مقاومت و دوران جهاد و همشان دعا میکنم خداوند جنت الفردوس را نصیبشان کنه و برای کسایی که فعلا در سنگر قرار دارند و از آزادی، نوامیس، عزتی از این کشور دفاع میکنند برای اونا ثبات قدم و موفقیت ها و پیروزی ها را آرزومند هستم. خداوند برای همه ما شما توفیق بده که کشور ما را از این حالت رفعتبار، از این حالت پر از غم و درد و مهنت به خیر و عافیت نجات بده و همو عزت و حیثیت و آبرومندی از این کشور با افتخار را و از این ملت با عظمت را دوباره احیا کنیم. و این چیز قربانی میخواهد، بدون قربانی نمیشد. آزادی گرفته میشد، داده نمیشد و یک فرمول کاملا پذیرفته شده است، یک گپ کاملا تاریخی و تجربه شده است که آزادی باید گرفته شود. آزادی به خیرات داده نمیشد، به منحه و به بخشش داده نمیشد. اینی دوستا واجب خود را ادا کردند، مسئولیت خود را ادا کردند، رفتن به خاطر دفاع از من تو و به خاطر دفاع از خاک، از حیثیت، آبرو و عزت و نوامیسی از سرزمین خود را قربان کردند. قربانی اونا مبارک باشد. خداوند در حساب حسناتشان برشان مجرا بده و خداوند برای ما شما توفیق بده که ایران را با تصمیم و عزم راسخ تعقیب کنیم، صفوف خود را جمع کنیم، اختلافات خود را یک طرف بگذاریم و آینده خود را روشن‌تر، واضح‌تر به مردم خود بیان کنیم و از یک صف واحد و از یک دهن واحد در راه آزادسازی کشور و تغییر از این وضعیت رنجبار و محنتبار و جمع کردن از این گلیم ماتم با هم یک جا حرکت کنیم و یک جا تلاش خود را ادامه بدیم. دوستا، ما امروز برای دکتر وعده داشتم میرفتم، لیکن هر قدر که تکلیف ما بود نتانستم که از این پروگرام مبارک خود را غیر حاضر بسازم. خدمتتان آمدم، بازم احترام خود و سلام خود را حضور همتان و تمام کسایی که صدای ما را میشنوند پیش میکنم و از خداوند متعال آرزومند هستم، دعا میکنم که یک روز ما شما در افغانستان با امن، با عزت، با کرامت، با خیر و عافیت و امن و امان و اطمینان خاطر دوباره در اونجا یک جای شویم و زندگی با همه خود را باز از سر آغاز کنیم. خداوند شهدا را ببخشد، خصوصا شهید خیرخواه و سایر دوستایی که چه در بندراب، چه در بدخشان، چه در بغلان به صورت عموم، چه در پنجشیر، در پروان، کپیسا، در دیگر جای افغانستان، در شمال، شرق، غرب، جنوب افغانستان، در هر جا که به خاطر آزادی کشور و به خاطر آزادی ملت سربازی کردن، جانبازی کردن، برای همشان دعا میکنم خداوند غرق رحمتشان کنه و خداوند برای ما شما همت عزیز را بده که راهشان را تعقیب کنیم
و در این فرصت با استفاده از این وقت میخوایم که همه ما ولی کسایی که در این حوادث اخیر در زلزله ترکیه و شمال سوریه و همچنان افغانای ما که چند صد نفر در این حوادث شهید شدن، برای از اونا هم دعا بکنیم خداوند اونا را غرق رحمت کنه، زخمی هایشان را خداوند شفا بده و خانواده هایشان که دلهایشان افگار شده خداوند به دلهایشان مرهم بگذاره و خداوند دیگر مسلمان ها را در تمام امت مسلمه و در تمام اماکن دنیا از مصیبت های شبیه و مماثل نگاه کنه. سلامت باشین، زنده باشین، بخیر باشین. خداوند شاد و آباد داشته باشیتان و امید دیدار در آینده نزدیک در افغانستان عزیز و در افغانستان آزاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.